امروز بچه‌ها چی با دخترها خیانت چون میکنن؟ بچه‌ها همون ای بی شو هم خطی دختر یگون وقت دو نمیکنن بشینن ماروژ نخری برن شش نخری برن یا تماشا برن یا جبران میرن صبح قمچه تو به وقت میگردن زنی خلولی خود در خونه او را نگاه احترام نمیکنن بعد دختر بود دو شیطان دیگه زنکو میان هم میکنن میگن تو نیستی او را نگاه کرده و هم خیلی کیف کرده گشته صفا کرده گشته تا در کنج خونه خدمتگار ترا کنیز آورده بعد چی میکنه زنه که همه وقت گپی خوب گفتی جانی ما سلیمه گفتی حرمت عزت کردی بگو که ها همین زنی خود ما همه خشروه قد و بس زنم داره موی سر زنم داره یگان زنک نداره ماشاءالله زنی خودم بگوی اون زنک همین گپا را که در گوش پر کردی او را دیگه کسی بگه او را گوش نمیکنه دیگه نه که تو فقط اومدی مدرس نکنه کردی زدیشو فقط گفتی که تو فلانی تیغلی تو افتی تو را بینو مطرح نمیگیر تو مرا با جایی مجبور دادم فلان بگوی بعد در بیرون یک کس بگه که حیف شده تو دهم ورده یک قدر شروعی بخدا اگر تو زنی مرا باشی مطرح در بلو چوبی میگردونم این زنه خیلی که باش نمیدگی نمیگه این میده این صدقه همین چی مکنم یا نه برای همین رفتور هم موقع اسنس می‌نویسم بسیار میگم مولای زنم خیلی میگم این میشه که رفتور چه خیلی این خیلی گفتیش اگه مورد نمیگه خیلی گفتی این خیلی نگفتم خب در سر دیگه اون چه خیلی چی کنه اوکی میبرش ایو چم نمیمونه بود برش اوکی شرط از زندگی میگنی بگه تویسو کاکا یا فراگورکا برش یک بارش میتونه برش یا جو برش که همون جورا ببینه دیگه بچه‌ها را دیگه جبران بود اینترس نه یا نه باید دختر میاد سیج میگه که تو خونه داشتگی نه ما میگه قطعی فلانی که میشه قطعی رفتیم ایجای خیلی کیف کردیم طریق بدیم این دختر میاد برو میگه ای تو میگه اون شویت تول مزه میگه شویت نمیفهمه میگه یا نه همه چیز سورا هم خیلی بفهمونش که ها می گفتی روسا می نیاو وقتی میام نه هم خیلی دیگه دختر بگه آخه چیزی میبرم قضیهشو میگردم میجای بر میبرم چه لباسی بگو میپوشونم چی چیزی بگو میخرم کردم چیزی بفوره کافه مافیکش رو میبرم چی درکو برای همین همه وقت دختر دیگه از طرف حوله چپ شده اون را آزایش به دوست میداره حتیش جنگ میکنی یا بار همین دوست داریش که با چیش که عیدش میبره دختر هم قدیرش نرمیده میزنیش یک گپوش میگه با یک بار یک کرته ارمالش میخری باید چی میگه فراموش میکنه لیکن بچه نه بچه کینه شکلیه بچه یک قرقه چکاری میکنه خوابی سخت میکنه فهمیدی زنک بیچاره روز تا روز کار میکنه میجونه تو بگیره آخر میاد با همین خاطر هر کسی زن شد دوست میداره تیلووری بخرش تیلو زنک خریدی زنک بقوت میشه سالوی پیش کمپیر هم دیدن که از بروس چی را بول کنه با چرز بروس هیا را برده سه علف را برده سه میگوی کمپیر یک قدر مومای تو بقوته میگه میونی مومای ما در نمیخواد تیلو بستگیه ای سالوی پیش ما در یاد میگه زنک رسول اکرم حدیث بوده زنک تیلو پیچ کنید بقوت میشه در زنک فهمیدی سی؟ زنکای کمپیلو پیش تیلو داشتن میونو شده مال 80 در رفتگی بود حتی گوشتینگ میگیرو بقوت بود و همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت دختراتون وقتی شو میدین تیلووری بخرید زناتون تیلو پیچ کنید دخترا را وقتی میبرن سالوی پیش دخترا را دندانی تیلو میکردن چی گوش پلو سیپچکا و همه چی ای خونه و تشت چی میپشید میره و همین خاطر سرویان چند تا زنک خرج کردی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه بهترین صدقه به زن و فرزند خودت کردن هیچ وقت خدمت‌نمایی نکنید دیگه که اول خش بعد درویش زن و کودک بهترین لباس بکن بهترین چیزا بتش بعد دیگه رو بکن ما برعکس میگیم ما زن و کودک را در اتالا و مستوبه شنوندگیم بعد تیم کیو را میبریم در چی گوش بریون میخریم و ششلیک جو میخریم فهمیدین یا که میریم خدمت‌نمایی میگیم دیگه رو خالی چی میدین زنش هم میبینی در زیبیستونه چلوپه گشته کلوش نداره بپوشه آقا زنک چیزای گرم بخواد چیزای خوشبو بخواد و دلش بر میشه در افغانستان باشی در امریکا باشی زنگش بزنید پریده کده پیشید یا نه و همین خاطر این چیزا از فرضی که زنک از همه چیز شکلی دیم پدر مادرش احترام به سروجون دو فولا که زنک احترام کرد پدر مادرش خانه اومد این خیلی دسترخوانش که گوشبیرانش که رفتن در دستی سر در دستی شما دیگه 50 100 را بجیر یا پول تاکسی 300 سر پیدا که بگی ایرا بعد هر وقتی خونه شما دید دست سکه خطیبی دیگه در مجلس سروجون بالا بذاره عزتی اگر چیزی بگوید دخترش خرد کنه سین دخترش میگه داشت زنی تربیت بهترین بچه میگیره خودش میارش اوکی هست
نگه ارسان میگه جد نسپرگو بیت فرایرا همین آدمی بخیلی مرده را هم خدا هم دوست نمی‌داشته هم یگان بنده هم دوست نمی‌داشته مردک جوان باید شدری باشه شجاع و دلیر باشه که خیلی هیچ وقت سرودو نترس که من از یمی 1000 سوم خرج کنم کم بغل میشم الله سبحانه و تعالی گفته که و انفقوا منا رضعناكم من قبل عیات احدکم الموت شما پیش این مردم خیر احسان کنید پیش این مرد که عزرائیل روی کنیم پیش عزرائیل روی کردن شما خیر صدقه را زیاد کنید وقتی که من عزرائیل روی کردم قرطق نفس بند کرد بعد بنده داد میزده میگه که فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق فاکن من الصالحین ای پروردگار یک شانسی دیگه گفته بگو عزرائیل دستش بگیره میبرم چیزی بگوی چی میکنم دیدم مولو اومد گفت که مسجد نداره قالین ونتیلاتور نداره میرم ونتیلاتور قالین میخرم دینا دادن اومد گفت $100 بده روسیه برام پول تکون میگم روی میگم ندادم میرم دادن $300 میتون میرم فلان میتون میگه یه حتیمی همسایه‌م زمستون کمر نداشت میرم 10 قمچه کمر میتون همین زوره میگن بگوی پروردگار که مرا هوی بده که خدا میگه ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون نه میگه تو دروغ میگی دیگه وقتی ما روی کردم دیگه اگر زورت که اومده اگر دیگه زوره دارم میگه تمام و 60 سال 70 سال عمر دادم نچالی که تماشید کردم نچالی استانسیت کردم زاوسکلات کردم مغازین کردم صاحب فلان و فلان کردم 10 گکر زمین دادم رئیس بده رنج روور خرید میگشی لکس خرید میگشی چی با هم یتیم ندیدی چی با هم فلانی رو ندیدی ندادی حق وقت تمام شد دیگه از روی این مهم ایترا دو شانس ها به شانس استفاده نکنید و همین خاطر میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ابن آدم انفق علیک او کما قال ای فرزند آدم خرج کن نیکی که ما او را جوش افطور میکنم نترس تو 10 بته ما 100 میتونم یک بته ما 10 میتونم سهر بته بیگا میتونم نیکی ندادی خود میتونم دو و همین خاطر هیچ وقت برای زنت بگه که من خیلی پالتو ندارم خیلی برای پالتوی $200 بخواه بگم خیلی ندارم برای خیلی خدای طلا او را جوش افطور میکنه بگوی فقط نگی بگو پروردگار بنده تای فرشکسته ضعیفه دختره ما خاطری توی الله برای تو میگم الله میگه سوراجم هر چی کردی ما جوش پر بعدا دو دیگه برای همین گفتوراتون که زناتون حرمت کنن دوستون دارن شدریشین شجاعت دلیرش و غیرت نزدین برای خوردن 2 کیلو گوشت 2 کیلو گوشت میارم میخرد میگه گوشت میاد او تمام شد 2 کیلو چخلی میتونی تو این طریق خیلی زخینه داره ان شاء الله خداوند کریم خداوند کریم و شما و عامل با هر صبح گردون روز میدونم